آقا 200 میلیون سود فروش حواله ایران خودرو. اول از همه که ما رو لایک کنین، کافیه پدرم فالو داشته باش، اینجور خبران رو میذارم جا نمونی. و این ویدیو هم اگه خوب بود قول بده بفرستی برای بقیه که اونام استفاده کنن. حالا چیه قضیه؟ گفتم ایران خودرو از 10 تا 14 آذر ثبت نام گذاشته، توی پست قبلی توضیحات کامل دادم. 3 تا طرح گذاشته. طرحاش هم بهتون بگم که یکی عادیه، طرح مادران و طرح فرسوده. طرح عادیش همه میتونن ثبت نام کنن، طرح مادران بچه دوم بعد 24 آبان 1400 به بعد. فرسودم که اگر کسی خودروی بالای 20 سال داشته باشه میتونه ثبت نام کنه. بهترین خودرویی که داره هایمای اس8 که 2 میلیارد و 300 در میاد برات، 520 میلیون سود داره. 250 میلیون تومان حوالهشو میخرن. چرا؟ چون تحویلش یک ماه است. قیمتش هم قطعیه، افزایش نخواهد داشت. جهت ثبت نام که همین عدد یک و همین پایین توی کامنت برای ما بنویسین، براتون میاد که بعد چیکاری انجام میدین برای ثبت نام. 5 روز بیشتر وقت ندارید، جا نمونی که حیف.